دوستان عزیز درود میگوییم و امیدوار هستیم که شما خوب و سلامتید و امروز باشد ما در برنامه خود یک مهمان دعوت کردیم. البته با ما وقت امکانیت فرصت نمیدهد که هر صبح در برنامه خود مهمان دعوت کنیم از خارج کشور، ولی این صبح باشد ما یکی از حافظی دوست داشته ما و شما، یکی از سراینده مشهور فارس زبان که البته این نفر را نه تنها مردم فارس زبان دوست می‌دارند بلکه بیرون از آن در دیگر دولت‌های خارجی نیز سرودهایش را گوش می‌کنند و عاشق آهنگ و سرودش هستند. امروز باشد در برنامه ما اشتراک دارند سراینده خوش صدا که با همین سرودهای خویش در قلب هر یکی ما جای دارند. بهنام بانی، شما را به تاجیکستان خوش آمدید میگوییم. ممنونم، سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت همه همزبانان عزیزم در تاجیکستان، همه مردم دوست داشتنی و خونگرم. انقدر اینجا مردمش خونگرمن، انقدر لطف دارم به من که من واقعا هیجان زده شدم از لحظه که وارد اینجا شدم. هر جا میرم موزیکای خودمو میشنوم و خیلی برای من باعث افتخاره. خیلی خوشبختم و خیلی خوشحالم که اینجا هستم. شما باری اول است که به تاجیکستان تشریف آوردید؟ اولین باری که اومدم تاجیکستان و اولین بارم است که اومدم به شهر دوشنبه. خب بسیار خوب. و وقتی که شما به تاجیکستان تشریف آوردید شما را حس غربت که از وطن خود دور هستید فرا گرفت یا که نه؟ چون که ما همزبان هستیم، فارس زبان هستیم. همه همزبان بودن با من و انرژیاشون کاملا مثل انرژی ایرانی هاست. از لحظه که وارد شدیم به هیچ عنوان احساس غربت نکردیم. خیلی خیلی خوب، خیلی خونگرم بودن مردم اینجا و هر کی منو جای جای اینجا میبینه با یه لبخند، با یه سلام یا با یه انرژی خوب به من میده و این برای من خیلی باعث افتخاره، خیلی زیاد. خب وقتی که شما به دوشنبه عزیز آمدید دقت شما رو چی به خود جلب نمود؟ این همزبان بودنمون خیلی جذاب بود واسه خودم که حالا با یه ذره گویش متفاوت‌تر ولی خب خیلی زیبا بود واسه من. و یه مطلب دیگه هم این بود که انرژی مردم انرژی خوبیه، یعنی حال مردم حال خوبی به آدم میده. همه اغلب لبخند دارن، خیلی اهل موزیکن، خیلی اهل موسیقی‌ان. جاهایی که حالا ما تو این یکی دو روز رفتیم همه ساز و آواز بوده و همه در حال خوشی و شادی بودن. آرزو میکنم که همیشه همینجوری باشن و شاد باشن همش. خب اینجا میگفتید که انا همون آهنگ، انا همون سرودی که باری اول شما در روی صحنه برآمد کردید و باز هم شما را مشهورتر نمود، باز هم مخلصهای خود را جمع نمود. البته انامین نامی سرود چی است و انامین سرود را شما میتوانید بهره بیننده های عزیز ما اینجا زمزمه کرده باشید. من خودم که نمیتونم بگم چون من خودم همه آهنگایی که خودم میخونم و دوست دارم و مردم هم همیشه لطف داشتن به من استقبال کردن. خب آهنگی که کلا باهاش اتفاقات خاص افتاد و شروع شد یه جورایی این مسیر، آهنگ عاشقم کرده بود. خب اینجا بسیار بیننده های ما میخواستن که همین سرود همین آهنگ را از زبان خودتون شنوند چون که بسیار شما را دوست می‌دارند و منتظر شما بودن. مرحمت. من یه تیکش رو میخونم براتون خیلی کوتاه چون گفتین و میگی که دوست دارن حتما با افتخار. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. دیگه کوچیک بود. بسیار خوب. آوازتون صدایتون خسته نباشد. خیلی ممنونم، سلامت باشید. مرسی. عشق سرایندگی در قلب شما از کودکی بود یا که یگام نفر از عائله شما سراینده هستند؟ نه، من از بچگی چون پدر خودم نوازنده بود، ساز آکاردئون میزدن، از بچگی ترغیب شدم به این هنر و میخوندم. ولی خب دیگه به صورت حرفه‌ای از سال 95 شروع شد، از همکاریم با حامد برادران شروع شد. ولی قبلش هم از زمانی که درس میخونم دوران دانشجویی تو شهر شاهرود کنسرت گذاشتیم ولی به صورت حرفه‌ای و طوری که کل کشور باشه. از 20 مرداد سال 96 کنسرتامون تو سطح کشور شروع شد و بعد دیگه جاهای مختلف رفتیم، کشورهای مختلف رفتیم با هموطنانمون، همزبانانمون. الان هم که قسمت شده اومدیم بسیار خوب. تاجیکستان. و اینجا بسیار میخواستیم شنویم که شما آیا با یگام سراینده تاجیک همکاری دارید یا که نه؟ والا ما چون یه ذره محدودیت داریم به خاطر شرایطی که داریم
هنوز هیچ پیشنهاد شده البته، ولی خب من نمیتونم قبول کنم به خاطر شرایطی که تو کشور خودمون هست. هنوز هیچ همکاری خوانندگی و آهنگی نداشتیم با اگر رفتو برای شما پیشنهاد سازند با یگم سراینده تاجیک همکاری می‌نمایید؟ مطمئنا باید صحبت بکنیم اگر اجازه صادر بشه که حتما، چرا که نه، باعث افتخاره. خب اینجا یادآور می‌شویم که البته تشریف شما در جشن یکی از جشن‌های بزرگ کشورمان که البته یکی از جشن‌های بزرگ است که ما امسال 31 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را جشن می‌گیریم و این که تشریف شما به جشن استقلالیت راست آمد و شما حالا امکان دارید که بهر هواداران خود، بهر مخلصان خود همین جشن استقلالیت تاجیکستان را برای مردم تاجیک شاد باش گفته باشید. تمنیات شما. منم به نوبه خودم جشن استقلالیت تاجیکی ها رو به خودشون و همه مردمشون تبریک میگم. مرسی از این همه انرژی خوب، از این همه مهمون نوازی. امیدوارم که همیشه شاد باشید، سلامت باشید و باز بیاییم اینجا کنار مردمش بسراییم، به قول شما بخونیم و خاطرات خوب بسازیم. یکی از اتفاقاتی که خیلی اینجا برای من جذاب بود این بود که من هر جا رفتم آهنگای خودم رو شنیدم. حالا چه تو ماشینا میشستیم چه تو جای مختلف میرفتیم، متوجه شدم که خیلی آهنگا رو میشنون و گوش میدن و این برای من باعث افتخار. خوشحالم. امیدوارم سالها خاطرات قشنگ بسازید و همیشه شاد باشید. خب تشکر زیاد، باری دیگر شما رو خوش آمدید میگوییم و اینجا مخلصان شما، هواداران شما، دوستداران شما بسیار میخواهند که یک آهنگ جذاب و همین آهنگی که خودتون دوست میدارید و بسیارتر زمزمه میکنید برای بینندگان ما پیشنهاد کرده باشید. دلکارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی باهات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدات شد، توی قلبم جات شد، دنیای من چشمات شد، دل موندم دیوونه کارات شد، بهت دل بستم از وقتی که پیدات شد. تشکر زیاد بگذار این همین صدای شما خسته نباشد. بگذار صدایتون همه وقت در گوش مخلصانتون زنده باشد. صدا دیت. مرسی. ایشالله که همیشه همینطور باشه. شما هم ایشالله سلامت باشید. مردم تاجیکستان و اون عزیزانی که این برنامه رو میبینن هم امیدوارم که همیشه خوب باشن و مرسی که منو حمایت میکنید، اینجا انقدر آهنگامو گوش میدید. ایشالله همیشه شاد باشید. تشکر زیاد، بار دیگر شما را به تاجیکستان، به شهر گلها، به شهر زیبا، به وطن صلح و آباد و آسوده خوش آمدید میگویم. امیدوار هستم که این سفرتون سفر آخرین نباشد و حتما سفرهای کنسرت شما را انتظاریم. کنسرت تو همه شهرهای تاجیکستان بذاریم ان شاء الله. خوش آمدید بار دیگر. سلام. مرسی. دوستان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام صحبت. یادآور میشویم که مهمان نوبتی ما بودن یکی از سراینده های مشهور فارس زبان که البته با همین سرودهای جذاب خود در قلب هر یکی ما و شما جای دارد، بهنام بانی. بخش های دیگری ما ادامه دارد، ما را همسفر باشید.